یه لایک بدید، کانالم سابسکرایب کنید، کامنت هم یادتون نره. بریم سراغ آموزش. بچه ها قبل از همه میایید اینجا کاراکترتون رو عوض میکنید، میایید روی کیدی، ستش فقط نوبی باشه. بعد میایید رو قسمت لاکی رویال. بله از بالا به پایین، از بالا به پایین، هر رفیقم میگفتم از بالا به پایین، خودم هم انجام دادم در اومد. از بالا به پایین انجام میایید بیرون، دوباره میایید رو لاکی رویال، از بالا به پایین، از بالا به پایین. بعد اینجا 10 تا اسپین یکی میزنید. بعد میایید اینجا اگه داشتید که 2 تا اسپین یکی بزنید. بعد بیاید رو خود ست وایت، اول اسپین تکی بزنید. اگه در اومد که در اومد، اگه در اومد برید سراغ، اگه در نیومد برید سراغ اسپین 5 تایی. اگه تو اسپین 5 تایی هم در اومد، از کیف هم حتما امتحان کنید، خیلی شانسش بالاست. امیدوارم آموزشم به دردتون خورده باشه. کانالم سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی از دست ندید. خدا نگهدار.